جوانزن 25 ساله ساکن شهر دوشنبه پیشخدمت طرفخانه مشهور یکچنور با گمان دزدی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت که این جوانزن روز هفتم ایون تخمینا ساعت 13:30 هنگام در طرفخانه یکچنور قرار داشتنش با روی پنهانی از روی میز تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A51 را که به جوانزن 24 ساله ساکن پایتخت تعلق دارد دزدیده است. ضرری رسانیده شده 3200 سومانی را تشکیل می‌دهد. به پیشخدمت اکنون برای این کردار جریمه و یا از 2 تا 5 سال حکم زندان تهدید می‌کند. شب 21 ایون ساعت 03:40 راننده ماشین تمغه اوپل استرا دونایف دولتبک سال تولدش 1999 ساکن جماعت فرونزه نویه بلخی هنگام حرکت در روی ماشینگرد بلخی دوستی در دهه لاهوتی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده از راه برآمده به درخت بیت برخورده است. در نتیجه مسافر این ماشین جورقلوف محیدین قربانزارویچ سال تولدش 2004 ساکن جماعت فرونزه در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافران دیگر امین автомашина نابالغان دونای و پروینه دولتونا سال تولدش 2004 و دونای و دلفروز دولتونا سال تولدش 2009 به سلامتیشان جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. روز 20 ایون در امین جماعت فرونزه دوچرخران اشمرادوف عبدالجبار سال تولدش 1968 زیر چرخ اوپل استرا جان باخته بود. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.